بچه ها، خوش اومدید به ویدیو من. بچه ها، من یه دونه مود پیدا کردم که مود فیلم ماینکرافت رو میتونیم بازی کنیم. قبل از همیشه ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، چنل من رو ساب کنید و زنگوله کنارش هم آن کنید. بریم سراغ ویدیو. بچه فقط یه نکته بهتون بگم، باید حتما ساین این کنید و اگرم دوست داشتین براتون گیم پلی از فیلم ماینکرافت میذارم، بازی کنید، کلی کیف کنید. اگر دوست داشتین توی کامنت ها بگین. خب بچه ها، میزنیم روی مارکت پلیس، بعدش اینجا میایم پایین نوشته ای ماینکرافت مووی DLC. بچه ها چون من این مود رو دانلود کردم دیگه نیاز نیست. میزنم کریت دس ورد، اینجا میزنم کریت. خب بچه ها میریم جلو. استارت گیم. بچه ها اینم اسکین منه. بچه این تیکه فیلمو کیا یادشونه؟ هر کی یادشه تو کامنت ها بنویسه. وای این تیکه فیلم از نظر من بهترین تیکش بود. بچه الان من میخوام برم آرکید خود ماینکرافت بازی کنم. پلی. بچه اینجا خیلی از اسکین ها رو داره ولی فقط استیو بازه. این استیو هم استیوی که تو فیلم هست. خود ماینکرافت دارم ماینکرافت بازی میکنم. عجیبه. اینجاشو خودم هم بلد نیست. یا علی من میترسم. نه یار. یا علی اولی بمیر. آها خدافظ. اخ من مردم. کمک. چرا تکونم؟ کیفیتشو بچه من هم اگه ببینیم من الان استیو اولوبیا نیستم. استیو من برمردم. کجایی؟ کی
چی نداره درو بیا جلو بیرم کوسولو یس بودم بچه من برم بگردم بچه ابرا رو من میخوام برم توی ماینکرافت بازی کنم. اگه 2-3 سال پیش از هر کی میپرسید میتونید توی ماینکرافت بازی کردی میگفتی نه، ولی الان توی ماینکرافت میشه ماینکرافت بازی کرد. شعر عجیبیه. کمک یا علی تیر ندارم خدا نکشتت، تیر ندارم خدا نکشتت. کمک چیه؟ دو تان بچه من مردم. الان میخوام برم بقیه تیکاش بازی کنم. میخوام از اول برم. این بازی چه شکلیه؟ بازی نمیشه. این بازی نمیشه. چجوریه؟ فقط استیوه. ای زنم باز دختر اعلام حضور کنم. ای من چرا دختر برداشتم؟ وای بچه ها تیر زدم. این بازی چجوریه؟ من نمیتونم از صبحش کنم. نه من نمیتونم خودمو. هیچ غلط نمیشه. او بچه من 30 ثانیه وقت دارم. برای چی؟ آخه این چه اسکینه خدا. بچه آخه فقط اسکین رو ببینین. اسکین آخه ببینین این چه اسکینی خاک میستم. ای فکر نکنم. خدای چه مودیه. نمیشه چیزی رو کند. وای کاری بکن. بله بابا کمک. این دنیای مزخرف گیر کردم. بگذی از لیلی خدا. نمیتونم چیزی بکنم. اینجا چیزی هست. خب بچه خلاصه این مده اینه دیگه. بچه مود خوشتون اومد؟ بچه اگر از مود خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین لطفا.
من بدبخت این همه انرژی میدادم و شما یه لایک نمیکنین. من انرژی میگیرم. یه دوتا زدن رو صفحه واسه شما کاری داره. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.